17 18 ساعت مداوم کار میکنن. خدمت شما هستیم، آدم انگیزه میگیره، شعور میگیره. اصلا مبحث ما هم همین بود، اینکه اعتقادمون اینه که گرداننده یک اجتماع، یک جامعه موفق جامعه نخبگانی است. پس این آدما هستن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هیچ قوم و ملتی تغییر نکرد مگر اینکه خودش بخواد. بلخص از نسل جوان، بلخص از شمایی که در واقع داعیه تغییر میکنم. اما امروز که ما خدمت شما هستیم، از مقطعی که من موقع نماینده توفیق داشتم اعتماد شما بزرگواران به دست آوردم، شهرستان خاف-و-رشخا رو با کمبود 500 کلاس درس تحویل گرفتم. شهرستان خاف-و-رشخا رو با بحرانی ترین جاده های استان تحویل گرفتم. شهرستان خاف-و-رشخا رو با بحرانی ترین و کمبود دارترین ظرفیت بهداشت درمان تحویل گرفتم. روستاها همینجور. اصلا از همگسیختگی موضوعات زیست محیطی، منابع طبیعی خیلی، یعنی ولی اینا من اصلا هیچ وقت ناراحت نبودم که خب یه فضایی رو تحویل گرفتیم که شاید باید یه کاری که 30 سال 40 سال انجام نشده انجام بده. تا من عاشق چالشم.